صبح امروز سنه 19 ایول ساعت 8:30 نجات‌دهندگان بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند از دریای سیر جسد جوان 19 ساله را از آب برآوردند. گروه نجات‌دهندگان دسته مخصوص زودعملی ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت سوخت و بخش آن در شهر خوجند دو شبانه روز جسد را می‌جستند. بنا به گفته آنها بلند بودن سطح آبی دریا و تیز بودن مجرای آن به کار آنها مشکلی ایجاد کرد. اما نوبسته از این حالت نجات‌دهندگان و غواصان به ایست کارهای کفت و کاپی را ادامه دادند. بنا به اطلاع مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده حادثه روز دوشنبه سنه 17 ایول ساعت 17:50 بیگاه رخ داده است. جوان 19 ساله که استقامت کننده جماعت دهات اسفیساری ناحیه باباجان غفروف می باشد هنگام آبازی در موضع منع شده دریای سیر غرق می شود. بعد رسیدن خبر به گروه نوبتداری بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند نجات‌دهندگان زود به جای حادثه رفته به جستجو آغاز می کنند. اما بنابر تیز بودن سطح آبی دریا جسد را از موضعی که او غرق شده است پیدا کرده نتوانستند. وظیفه ما کفت کوکنی درآمدیم کفتیم خیلی اینجا آب راه بیاش تچینش سخت‌تر و ازبین‌تر برای همین یافتن قیین‌تر شد. کن 6 کس همه ما یه جای نیو 3 کس نوبت که درآمده. نجات‌دهندگان میگویند که تیز بودن مجرای آب جسد جوانی غرق شده را از جای حادثه تقریباً 3-4 کیلومتر دورتر برده است. بعد پیدا کردن جسد از طرف نجات‌دهندگان بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند به مقامات دخلدار برای کاربری داده شد. بنا به معلومات جوانی غرق شده پس از 1 ماه توی خانه‌دارشوی داشت. اما بنا به اطلاع نجات‌دهنده کلانی بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند حاتم رجبوف دومی هفته روان نجات‌دهندگان الکی دومین جسدی هنگام آببازی غرق شدگان را از آب بیرون برآوردند. زیرا روز یکشنبه سنه 16 ایول نیز جسد یک زن غرق شده را از دریا پیدا کردند. گفته می شود که هر دو ساکنان ناحیه باباجان غفروف می باشند و بنابر در موضع منع شده آببازی کردن غرق شدند. نجات‌دهندگان با نوبت به آب می‌درآیند. یک بار که آنها در آمدند خب تا 1 ساعت در تگ آب کارهای جستجویی میکنند. سطح آب بلند شده است. سال مشکلی به وجود آمد. نوابسته به مشکلی نجات‌دهندگان بخش ریاستی ولایت با نجات‌دهندگان شهری خب وظیفه خود را اجرا کردند. در همین حال از ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی در ولایت سوخت اطلاع دادند که شروع از آغاز موسم آبازی تا امروز 20 حالت غرق شده فوتیدن ساکنان به قید گرفته شده است. مقصد از تهیه گزارشی مذکور این پیش از همه قطعاً آگاه نمودن ساکنان از عاقبت ناخوشی خودباوری و به احتیاطی آنها است. زیرا با وجود پخش چند مواد پی در پی کارمندان وسایل اخباری عامه تا حال ساکنان هنگام آبازی به اهمیتی ظاهر می نمایند. از این رو کمیته حالتهای فوق‌العاده از استراحت کنندگان خواهش میکند که هنگام آببازی احتیاطکار باشند و در موضع‌های خطرناک تماما با آببازی مشغول نشوند. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.